خدایا، من این شب از نام بسیار بندگانت حرف میزنم و از تو التجا میکنم، چون که بغیر از تو دیگر ذاتی نیست که به ما دست یاری دراز کند. خدایا، کسی در کنارم نیست، کنارش باش. کسی غمخواری من است، غمخوارش باش. خدایا، کسی سفر دارد، سفرش را بی خطر گردان. کسی فرزند ندارد، بر او فرزند عطا کن. خدایا، هیچ فرزند را از مادر و هیچ مادر را از فرزند جدا مکن. به نفرانی که در چهارراهی زندگی سرگردانند، به آنها راه نشان ده. خدایا، کسی که در بیمارخانه است، با او شفای کامل عطا کن. یا الله، کسی که در زندان است، رهایش بنما. خدایا، کسی که در زندگی گمراه است، با او راه نشان ده، توفیقش عطا کن و بر راه درست هدایتش کن. خدایا، کسانی که غریبند، صحت و سلامت بر وطن به نزد خویشان و پیوندان برسان. خدایا، به ما توفیق بده، ما را هدایت کن، قلب‌های ما را به نور ایمان روشن بگردان و همه ما را در پناه عصمتت نگه بدار. ملت تاجیکم را از هر گونه آفت‌ها نگه بدار. خدایا، باقی در امان خدا و به همتان صحتی و سلامتی خواهان هستم. خداوند یار و مدد